سلام دوستان عزیزم، امروز اومدم با آموزش برای کسانی که با خطهای استروک های اصلی مشکل دارن. برای ترسیمشون نمیتونن خطها رو درست بکشن. اومدم با این روش بتونم کمکتون کنم. میایم یه خط اسپاین اصلی رو میکشیم، خط فرضیمون رو میکشیم. البته نگفته نبوده این تمرین فقط برای توی دفترتونه، توی کاغذه. بعد ایشالا دستتون که راه افتاد روی صورت مشتری دیگه دستتون راحت تر و روون تر میشه و خیلی قشنگتر میتونید طراحیتون رو انجام بدید. از این نقطه 1 سانت میایم پایین تر و علامت میزنیم، این 1 سانت. بعد میایم از این نقطه شروعمون خط هامون رو ترسیم میکنیم. این خط ها کلا پیش‌فرضن، خط های اصلی نیستن. حالا دوست داشتیم با فاصله های کمتر، دوست هم نداشتیم با فاصله های بیشتر. از نقطه مرکزمون خط هامون رو شروع کنیم به کشیدن به این صورت. دقت کنین که تمام خطاتون از نقطه مرکزیمون باشه، نه پایین تر نه بالاتر. تمام شد. بعد برای اینکه راحت تر باشیم میایم این خطوط پایین رو پاکشون میکنیم که خط اصلیمون از دستمون گم نشه. بعد ما که خطای اصلی رو الان داریم، خطای فرضیمون رو الان داریم، میایم یک کوچولو از روی خط اسپاینمون هلالش میکنیم، میایم روی خط فرضیمون و به پایین برسیم. فقط یک کوچولو هلالش میکنیم. از روی خط اسپاین شروع میکنیم، هلالش میکنیم و به سمت پایین میایم. حالا این خطهای ساده مونه برای فیبروزهای ساده. حالا اگه دوست داشتین نانو بروز بزنین باید طرحهای اس رو انجام بدیم. برای طرحهای اس هم همینه، استروکهای اسمون همینه. فقط یه کوچولو میایم از بالا از روی خط اسپاین میایم هلالش میکنیم و از پایینم یه کوچولو هلالش میکنیم. به همین راحتی، اصلا سخت نگیریم. از روی خط اسپاین شروع میکنیم، هلال میکنیم و به پایین. به همین قشنگی یه کوچولو هلالش میکنیم و به سمت پایین. دیگه با خطهای اصلی سرتاشم که امیدوارم مشکلی نداشته باشین. الان من ناراحتم که دستم توی فیلم نیفته. دیگه این 3 تا خط اصلیمون رو که میکشیم، حالا دوست داشتین طرح اس، دوست هم نداشتین طرح ساده. دیگه با خطهای بالا هم که امیدوارم کسی مشکلی نداشته باشه. از نقطه خالیمون شروع میکنیم. فقط دقت داشته باشین که تمام خطوطی که داریم انجام میدیم از برای استروک‌های بالا باید جهتشون سمت دم به ابرو باشه، نه سمت خارج ابرو نه، یعنی همش سمت دم به ابرو باشه. به همین راحتی. حالا اگه دوست داشتین میتونین پرس های کوچیک بزنین اضافه کنین، دوست هم نداشتین پرس های درشت میتونین بهش اضافه کنین. این دیگه حالا هر جور که خودتون اوکی هستین باهاش. به همین
همین راحتی. امیدوارم که تونسته باشم کمکتون کنم. شما هم لطفا حمایت کنین، به اشتراک بزنین، به دوستاتون معرفی کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین که حداقل این همه آموزش دیدین خستگیم از سر من در بره. مرسی، خدا نگهدار.